سمیر بچم باز مارکت رو تحلیل داری؟ بیا که عکس برات نشون بدم. خوش این موسیقی قطع کنم. سایت هم می‌بینی؟ اسمش از کوین گلاس. تو در این سایت به راحتی میتونی رد و پای نهنگا رو پیدا کنی. و خیلی تریدرهای حرفه‌ای از این استفاده میکنن. مثلا در اینجا تو اوپن اینترست، دیگه لیکویدیشن که تا 24 ساعت گذشته ساعت‌های مختلف میتونی ببینی چقدر لیکویدیتی بوده در بازار. دیگه ETF ها رو میتونی ببینی. قسمت دیتا بیت کوین اکسچنج بالانس داره، یعنی بالانس بیت کوین در صرافی‌ها. و در اینجا تنها بالانس بیت کوین نیست بلکه شما میتونین ببینین اینجا طوری که براتون نشون بدم در این قسمت اگه بزنین شما اتریوم میتونین ببینین، استیبل کوین ها رو بالانسش میتونین ببینین و ارزهای دیگه. خب در این قسمت مثلا نشون میده برای شما که در 24 ساعت گذشته بیت کوین چقدر خروجی داشته از صرافی ها. مثلا اینجا صرافی ها رو براتون نشون میده، 24 ساعت گذشته خروجی ها رو نشون میده و اگر خروجی باشه قرمز است، اگر ورودی به صرافی باشه سبز است. دیگه 7 روز گذشته رو داریم، 30 روز گذشته رو داریم. اگر در پایین بیایم، پایین سایت دم آخر اینجا برای ما نشون میده 24 ساعت گذشته طوری که میبینین سبز است، ورودی زیاد بوده. 7 روز گذشته ورودی زیاد بوده و در 30 روز گذشته هم ورودی زیاد بوده که یکی از دلایلش است در اواخر بیت کوین قیمتش اومده پایین. خب دوستان همونطور که گفتم ورودی بیت کوین در 7 روز گذشته دی پایین نام نشون میده و در 30 روز گذشته. خب میریم پایین. این چارت زرد که میبینین قیمت بیت کوین است و این چارت سبز است که از همه مهمتر موجودی بیت کوین و ما نشون میده که در تمام صرافی‌ها چقدر بیت کوین وجود داره. و زمانی که بیت کوین در صرافی‌ها زیاد بود قیمت بیت کوین هم کم بود و زمانی که موجودی بیت کوین از صرافی‌ها کم شده همونطور که در این آخر میبینین قیمت بیت کوین افزایش یافته و موجودی هم کم شده رفته. خب دوستان حالا میریم پایین‌تر. همونطور که پیشتر توضیح دادم این چارت زرد که است قیمت بیت کوین نشون میده و اما این خط سبز که است با اون چارت سبز بالا که حالا میرم بالا براتون نشون میدم با این چارت اشتباه نگیرین. این خط سبز که است ورودی بیت کوین در صرافی‌ها رو به ما نشون میده و این خط قرمز که زیرش است خروجی بیت کوین از صرافی‌ها رو به ما نشون میده. خب دوستان همونطور که در تصویر براتون نشون دادم شما در این سایت به راحتی میتونید رد پای نهنگا رو پیدا کنید و من فقط برای شما ورودی و خروجی بیت کوین براتون نشون دادم. شما میتونید ورودی و خروجی ارزهای دیگر هم ببینید مثل اتریوم، سولانا یا یکی استیبل کوین ها. و نکته جالبش اینجاست که اطلاعات بسیار از افراد در دوره‌ها و پکیج‌ها سودا میکنن، اما اینجا من کاملا رایگان در اختیارتان قرار میدم. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما ما رو فالو داشته باشین تا چنین سایت‌های رایگان بیشتری رو برای شما عزیزان بتونم معرفی کنم.